سه‌شنبه 31 تیر 1 صبح سرخط اخبار آمریکا رو ببینیم با هم. CNN یه خبر رفته که خیلی جای تجزیه تحلیل نداره. نیویورک تایمز گفته راننده تسلا شهادت داده که اتوپایلوت یا همون راننده خودکار درست عمل نکرده برای جلوگیری از تصادف مرگبار. جالبه، به ایلون ماسک میخوره یه جورایی و این حوادث اخیری که حول ایلون ماسک و اینا هست فروش تسلا رو میاره پایین. نیویورک تایمز دوباره خبر رفته که ترامپ یه سری اسنادی مربوط به مارتین لوتر کینگ رو رهاسازی میکنه که خب مارتین لوتر کینگ خیلی آدم معروفی و آزادی خواه و فلان و ایناست و خیلی قدیمیه. حالا الان اینو منتشر کرده، احتمالا میخواد حواسا رو از همون بحث اپستین پرت کنه. خبر بعدی نیویورک تایمز هم میگه جانسون ووت کالینگ رو روی ترامپ نخواهد، روی مسئله‌ای که ترامپ گفته اسناد اپستین رو ریلیز میکنه این تابستون برگزار نخواهد کرد و مثلا یکم به ترامپ فضا بدن که آزاد بشین. اینجا هم نوشته که ترامپ needs a space. خبر بعدی نیویورک تایمز که جدیدم هست نوشته مؤسسات قانونی بزرگ یکم جلوی ترامپ به مشکل خوردن و یه جمعیتی از افراد کوچیک پریدن وسط که بجنگن باهاش، یعنی با ترامپ. این به این داستان چیز اشاره داره میکنن که ترامپ یه شکایت 10 بیلیون دلاری کرد علیه وال استریت جورنال واسه اون مقاله چیز راجع به اپستین و ترامپ نوشته. حالا خود اپستین خیلی داستان داره دیگه. خبر بعدی نیویورک تایمز که مال یه ساعت پیشه میگه که تگزاس رفته جلو دموکرات‌ها رو بگیره که رأی ندن به ریدیستریکتینگ. حالا خیلی عجیب غریب نیست. اینم میگه که بازم نیویورک تایمز میگه دولت شکایت شده، یعنی مورد شکایت واقع شده به خاطر دسترسی غیر مجاز مهاجران. این الان دارن تو آمریکا کالیفرنیا و اونجا این کسانی که اونجا حتی شهروندشون هم هستن و دارن میریزن بیرون. بعد خیلی این کارو ترامپ داره با زور و دور زدن قوانین داره انجام میده، به اون داره اشاره میکنه. نیویورک تایمز این الان به همون داستان چیز میگه نیویورک تایمز وال استریت جورنال رو منع کرده از اینکه بیاد توی اون کسانی که با رئیس جمهور مصاحبه میکنند توی سفر اسکاتلند. اینا دیدی سری میکروفون میارن میذارن مثلا جلو رئیس جمهور. کاخ سفید گفته که وال استریت جورنال رو منع کرده و بن کرده، یعنی اینم به خاطر همون از قضیه اپستین. نیویورک تایمز دوباره خبر هست که هگزت یا وزیر دفاع آمریکا جلسه ای رو شرکت کرد راجع به اوکراین بعد از اینکه قبلی رو شرکت نکرده بود. حالا اینم یعنی چی نمیدونیم. ترامپ راجع به هر چیزی حرف میزنه رو سوشیال مدیای خودش بجز اپستین. اینم خیلی داستان شده واسه ترامپ، این اپستین و دوستیشون و کارهایی که با هم کردن. خیلی مدت‌ها این زیر خاک سر بود، الان اومده بیرون و شهر شده براش خیلی عجیب. 2 هفته است تقریبا درگیرشه. نیویورک تایمز هم میگه که استلانتیس احتمالاً شرکتیه، میگه که سودش خیلی
کم شده، پلانج یعنی خیلی اومده پایین از زمانی که تعرفه های جنگ تعرفه تجاری که ترامپ شروع کرده به گزیدن. و اینم نیویورک تایمز هم یه شتکی به ترامپ زده که رو جنگ تعرفه‌اش. نیویورک تایمز یه رسانه‌ایه که یه مقدار رو به راست و چپ، رو به وسط و چپه. نیویورک تایمز دوباره میگه افسران چینی سوال کردن از کارمندان دولت آمریکا راجع به خدمت سربازیشون یا آرمیس یا سرویس ارتش. حالا این چین به چین میزنه یه جورایی دیگه. نیویورک تایمز میگه صدها نفر از کارکنان ناسا ترامپ رو محکوم کردن به خاطر قطع شدن بودجهش به همون بیگ بیوتیفول بیل احتمالا میخوره. ترامپ هم دوباره رو نیویورک تایمز ویدیوی فیک دستگیر شدن باراک اوباما رو گذاشته که بازم خیلی داره دست و پا میزنه توجه همه رو از اپستین پرت کنه. CNN رفته که یه دختر 13 ساله مرد به خاطر شرکت کردن در یه چالش تیک تاک. و دیگه